أشهد أن محمد رسول الله. هر روز 5 بار در سراسر جهان اسلام نام این مرد به بزرگی یاد می شود. به خدا سوگند هرگز آرام نخواهم نشست مگر اینکه این نام را دفن کنم و این ذکر و یاد را به خاک بسپارم. به گواهی و نقل اسناد تاریخی این جملاتی است که 14 قرن پیش معاویه ابن ابی سفیان در کاخ سبز خیش هنگامی که نام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را در اذان میشنید بر زبان آورد. چگونه کسی که جانشین پیامبر است آرامش خود را در دفن نام پیامبر و از میان برداشتن ذکر و یاد او جستجو می کند. آتش دشمنی و کینه‌ای که در درون معاویه به شکل پنهان و مخفیانه نسبت به اسلام شعله‌ور بود، در رفتار فرزند و جانشینش یزید کاملا صورت علنی به خود گرفت و آشکار شد. یزید در مدت 3 سال خلافت خیش 3 فاجعه بزرگ می آفریند. در سال اول جانسوز ترین مصیبت عالم هستی، داستان کربلا. در سال دوم حمله به مکه و به آتش کشیدن بیت الله الحرام و در سال سوم یورش به شهر مدینه و غارت حرم نبوی و قتل عام گروهی از ساکنان آن شهر که در میان ایشان جمعی از اصحاب و یاران پیامبر نیز وجود داشتند. چگونه بپذیریم کسی جانشین رسول خدا باشد و با اسلام و مسلمانان این گونه عمل کند؟ اساساً چگونه چنین کسانی بر جایگاه پیامبر نشستند و فرمان روای مسلمانان شدند و احدی هم دم بر نیاورد و اعتراضی نکرد؟ شاید گفته شود دلیل این مطلب آن بود که پیامبر تکلیف جانشینان پس از خیش را مشخص نکردند و مردم نمیدانستند باید چه کسی بر این مسند بنشیند، یا نفهمیده بودند فرد مناسب این منصب کیست، یا آن فرد مناسب را نخواسته بودند یا نپذیرفته بودند، یا أصبحت مولاي أصبحت مولاي این صدای کسانی است که در غدیر پس از آنکه علی علیه السلام به دست پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از زمین برگرفته شدند و به عنوان امیر و فرمانروای عالم اسلام به تمام مسلمانان حاضر در آن دیار و تمام مسلمانان جهان تا قیامت معرفی شدند، به سمت جایگاه پیامبر و علی علیه السلام هجوم آوردند و این مقام را به ایشان تبریک گفتند. بشنوید: بخ بخ لك يا علي أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. باز هم به گواهی اسناد و مدارک تاریخی جمعی از آن مردمان پیش از سایرین به سمت علی علیه السلام شتافتند و به آن حضرت تبریک گفتند که در میان آن جمع خلیفه اول و دوم نیز دیده می شدند که پیش آمدند و تبریک گفتند و شادمانی ابراز کردند و با بیعت خود اطاعت خیش را از آن حضرت اعلام نمودند. پس چنین نبود که مردم ندیده باشند یا نشنیده باشند یا نفهمیده باشند یا نپذیرفته باشند. همه دیدند، همه فهمیدند، همه پذیرفتند، همه پیمان بستند و بیعت کردند. اما این عهد و پیمانی بود که در گذر زمان کم رنگ شد و پرده ها بر آن افتاد. چرا مطلبی بدین پای مهم
به جایی برسد که امیر دیروز را امروز امر و نهی کنند، بیعت شده دیروز را امروز به بیعت کشند، و آنان که در آن دیار عهد بسته بودند که فرمان بردار باشند، به کمتر از 2 ماه خود فرمان روا شوند و این فرمان روایی را در میان خیش سالیان سال دست به دست بگردانند. چرا؟ زیرا هموار خورشید را خفاشان دشمن می‌دارند. دگر بار قدری در تاریخ به عقب برمیگردیم. 11 قرن پیش و در سال 311 هجری قمری، نویسنده‌ای بزرگ به نام محمد ابن جریر طبری از دنیا می رود که آثار او تا هم امروز نیز در میان مسلمانان غیر شیعی از جایگاهی رفیع برخوردار است. تفسیر او از جمله تفاسیر مهم و تاریخ بسیار معروفش تاریخ طبری از جمله 10 تاریخ معتبر اهل سنت است. سالی نمی‌گذرد که کتب او در کشورهای عربی، در قاهره، اسکندریه، حلب، دمشق، بیروت، مکه و مدینه و حتی هند و پاکستان چاپ نشود. شهرت او راه تألیفاتش را در میان پارسی زبانان نیز گشوده و کتب وی را به فارسی نیز برگردان کرده اند. نگاهی به فهرست مجلدات تاریخ وی حکایت از دقت نویسنده و احاطه او بر تاریخ و ظرافت آن دارد. در فهرست جلد 4 از ترجمه فارسی این کتاب، در بیان زندگانی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به بخش‌های از این قبیل برمیخوریم: اسبان پیامبر خدا، شتران پیامبر خدا، زره‌های پیامبر، شمشیرها و سپرها و کمانهای پیامبر، که تمامی اینها با نام و نشان و ویژگی‌های خود یک به یک توصیف می‌شوند. بزهای شیرده از بزهای غیر شیری تفکیک می‌شوند و به تک تک این ظرافت جداگانه پرداخته می‌شود. حال بنگریم که آیا اولین و آخرین حج پیامبر خدا، یعنی حجة الوداع، چندین مجلد از این کتاب تاریخی را به خود اختصاص داده است؟ چندین مجلد؟ یا یک مجلد؟ یا لااقل بخش‌های از یک مجلد؟ یا دست کم صفحاتی چند؟ هیچ کدام. مورخی که در معرفی ابزار و وسائل پیامبر خدا یک به یک فصلی جداگانه می‌پردازد، در بیان ماجرای این تنها حج پیامبر و 23 روز حضور آن حضرت در میان 10,000 مسلمان و آخرین دیدارهای این فرستاده الهی با امت خیش، تنها به یک برگ از کتاب خود بسنده می‌کند. آیا این جز از آن روست که این سفر همان واقعی است که ماجرای غدیر را در دل خود دارد؟ مورخی که بزهای شیری و غیر شیری پیامبر را از یکدیگر تفکیک می کند، آیا حجة الوداع و غدیر را فراموش کرده است؟ یا شاید خطبه پیامبر در غدیر از نام اسبان و شتران آن حضرت برای هدایت انسانها کم ارزشتر است؟ و نمونه دیگر، همون در کتاب تاریخ خیش، آن هنگام که به نقل ماجرای یوم الدار میرسد، نقل میکند که پیامبر در آن روز پس از ضیافت بستگان و آشنایان خیش 3 بار از ایشان میپرسند: چه کسی حاضر است مرا یاری کند تا برادر و وصی و جانشین من در میان شما باشد؟ و هر 3 بار تنها 1 نفر اجابت میکند: یک نوجوان 13 ساله، علی ابن ابی طالب. آنگاه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: ان هذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم. بدانید که این نوجوان برادر و وصی و جانشین من در میان شماست. طبری این